امروز در افغانستان 4 تا زن رقاصه و تربیه شده دنیای غرب بیرون میشه به نام نمایندگی زنان افغانستان. امروز دنیا ببینه که این خواهران نماینده خواهران مجاهد و مبارز هست، خواهران مؤمنه و محجبه ما فرزندانی را تربیت کردند که بینی اشغالگران را به خاک مالیدند. خوشا به حال تو خواهر مسلمان، ای چادر تو، ای عزت تو، ای پاک دامنی تو و ای شعار تو قلب کفار را میلرزانه. شما ثابت ساختید که پیرو ام المؤمنین هستید، شما ثابت ساختید که پیرو عایشه هستید، شما ثابت ساختید که پیرو زینب و ام کلثوم هستید. برای جهانیان میگویم که اینها به نمایندگی از سایر خواهران هستند. اگر دنیا بخواهد که این چادر با عزت و با عفتر از سر خواهران و مادران ما دور بسازه، این را بدانه که کور خوانده. این حجاب دین ماست، این قانون قرآن ماست. 4 تا زن سرلق و 4 تا زن بی حجاب و بد حجاب هیچ وقت نماینده زنان این سرزمین نبوده و نخواهد بود. این خواهران حضور پیدا کردن به نمایندگی سایر خواهران و به نمایندگی از هزاران خواهر دیگر از بزرگان امارت اسلامی تطبیق احکام شریعت را میخواهند. حافظان قرآنی که اشغالگران را از این سرزمین ران تربیت یافته این مادران هستند، علما تربیت یافته این مادران هستند، مجاهدین تربیت یافته این مادران هستند. تا زمانی که شما مادران و خواهران در این سرزمین باشید، هیچ کافری و هیچ اشغالگری و هیچ اجنبی جرأت نخواهد کرد که به این سرزمین دوباره داخل بشه. شعار آزادی بدهند، حجاب
دشمنان اسلام این را بدانند که هرگز از هوا و هوس آنها پیروی نخواهیم کرد. الهی تا جهان باشد، زمین و آسمان باشد، امارت اسلامی جاویدان باشد. اگر در بدن ما 3 قطره خون باشد، با قطره اول می جنگیم، با قطره دوم می نویسیم و با قطره سوم ثابت میکنیم که حجاب خود را بسیار بسیار دوست داریم. حجاب قلعه یا زندانی نیست که در آن محصور باشید، حجاب قلعه است که در آن محفوظ هستید. تا خون در بدن داشته باشید از امارت اسلامی حمایت میکنید. زنده باد امارت اسلامی. بس است 20 سال است که شما به نمایندگی ما خواهان دموکراسی شده اید، اما ما امروز اجازه نمیدهیم که حق ما را ضایع کنیم. ما از دموکراسی خسته شده ایم. واقعا این آزادی که شما گم میزنید امروز من و صدها خواهر دیگه با آمدن مجاهدین تجربه میکنیم. وقتی از خانه بیرون میشین کسی به نگاه بد به طرف ما نگاه نمیکنه. قتل قتال دوزی همه گم شده. ما جمع از خواهران با حجاب هستیم که حمایت از خواهران خود میکنیم، نه از خواهران بی حجابی که بی‌بندوباری را در کشور ما